سلام، طاهری سفر هستم و اخبار امروز چهارشنبه 15 فوریه را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم میکنم. حالا سرخط خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان از کار شهرداری در گذشته تنقید کرده و خواسته است صرف مبلغ‌های دولتی برای پایتخت تفتیش شود. متصدیان نگاهبین راه دوشنبه خوجند میگویند برای انتقال جسد فردی زیر ترمه مانده پول نگرفتند و ادعاها در این باره درست نیست. نتیجه سنجش از آن حاکی‌اند که یعنی ادعای مذکور اساس ندارد. مهاجران رانده شده تاجیک بعد دریافت کار در داخل زیاد امید ندارند و منتظرند که بعد سفر ولادیمیر پوتین به تاجیکستان حق بازگشت و کار در روسیه را به دست میارند. من تاکسی دارم میام زندگی روزمه میبرم تمام. بعد برای این کوشش دارم که خوب شه بریم طرف کار کنیم. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نشست در دوشنبه از کار شهرداری در گذشته تنقید کرده و خواسته است صرف مبلغ‌های دولتی برای پایتخت تفتیش شود. امامعلی رحمان روز 15 فوریه در ملاقات با مقامات و فعالان دوشنبه خواسته است که مقامات تفتیشاتی سنجش استفاده پول‌های بودجه و پایتخت را تا تابستان امسال به پایان رسانند و به او گزارش بدهند. ملاقات امامعلی رحمان با مقامات دوشنبه یک ماه بعد از تعیین پسرش رستم امامعلی به مقام شهرداری دوشنبه صورت گرفت. خود رئیس پیشین محمد سید عبیداللهیف بنا به گزارشات در ملاقات حضور نداشته است. مردان محمد گزارش می‌دهد. در ملاقات امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با فعالان شهر دوشنبه، اعضای حکومت، نمایندگان پارلمان و جامعه مدنی پایتخت کشور که امروز در کاخ باربد شهر دوشنبه برگزار شد، مسائل مبرم شهر دوشنبه و راه‌های حل آن مطرح شدند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این ملاقات از آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کارپسیا خواست که سنجش استفاده پول‌های بودجه کشور و پایتخت را برای ساختمان انشا در دوشنبه تا 1 ایول به آخر رساند. تفتیش استفاده پول بودجه در ساختمان‌های پایتخت بعد از برکناری محمد سید عبیداللهیف شهردار پیشین دوشنبه صورت می‌گیرد. رئیس سابقه‌دار دوشنبه روز 12 ژانویه همین سال از مقام برکنار شد و به جای او پسر بزرگ پرزیدنت رستم امامعلی تعیین گردید. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت در 10 سال گذشته نیز آژانسی ضد فساد در تشکیلات مؤسسه‌های بودجتی و سوبیکت‌های دیگری خواجگیداری دولتی شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن 800 تفتیش و سنجش مالیوی گذرانده به مبلغ عمومی 159 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار کرده است. چندی از اشتراکداران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حضور محمد سید عبیداللهیف را در این واقعه مشاهده نکردند. با گفته اشتراکداران رئیس جمهور از شهردار نوی دوشنبه خواسته است بیشتر با مردم نزدیک شود. امروز نصیحت صادقانه‌ای که به فرزند کردند، امروز همچون رئیس شهر دوشنبه که باید هر کس در دولت داری خود در سیاست خود پیش تکیه به مردم عادی کند. نصیحت هم کردند که قضیه صاحب کار رستوران با نرو، آشنا در خانه آدمی کم بغل هم راه رو به قضیه کوچه به خانه‌اش برو، همونجا هم برکتش میابی، هم در دلش میفهمی، هم یک دست دیگر کمک میکنی. در ملاقات روز چهارشنبه امامعلی رحمان با فعالان مقامات پایتخت و اعضای حکومت تاجیکستان در تالار کاخ باربد بعد از یک ماه فعالیت پسرش در مقام شهرداری دوشنبه برگزار شد. او در آغاز سخنرانیش هدف این جلسه را بررسی وضع اقتصادی و اجتماعی، مشکلات موجوده پایتخت و دریافت راه‌های حل آن دانست. صاحبکاران جمهوری تاجیکستان وعده دادند که مثلا که صاحبکاران وعده دادند که 600 اتوبوس ها میبرند و زیاد از 2000 ماشین‌های سبولاب و بغیر این بود صاحبکاران دیگری که در اینجا بودند وعده دادند که برای رشد و تکامل این مسئله زیاد از 400 عدد ماشین‌های مثلا تقریبا نوی زمانوی به وجود آوردن ممکن است. در مدت 3 سال باید 25 عدد مؤسسه‌های تعلیمی به وجود آید. این نیز در اونجا موردی بررسی گرفت. امامعلی رحمان در این واقعه با ذکر چند پیشرفت از جمله فعالیت 468 کارخانه صنعتی در دوشنبه که در مقایسه با دوران شوروی 2.5 برابر بیشتر بوده است، از کمبود مقامات پیشین پایتخت هم یادآوری کرده است. رئیس جمهور گفت که با عیب مقامات سابق پایتخت ساکنان در آغاز فصل زمستان نتوانستند با گرمی تأمین شوند. او وعده داد که همه اهالی دوشنبه تا 1 اکتبر امسال با گرمی تأمین خواهند شد و اینچنین گفت سال آینده
مسجد بزرگترین در پایتخت که با سرمایه قطر ساخته می شود به استفاده داده خواهد شد. مرگ 9 نفر در راه دوشنبه خوجند در نتیجه ترمه و برفریزی زیاد سبب انتقاد شرکت آیرس، شرکت متصدی نگاهبین این راه مهم در تاجیکستان شده است. مسافران میگویند اگر شرکت هنگام خطر حرکت در راه را اجازه نمیداد، فلاکت ها هم دیده نمیشد و مسافران هم جان نمیدادند. از جمله خویشاوندان یک قربانی به رادیو آزادی گفتند که هنگام آوردن جسد یک قربانی در این راه از آنها پول گرفتند، ولی دلیر عبدالله سخنگوی شرکت در صحبت با همکار ما اسکندر فیروز گفت که این ایده‌ها درست نیست. نتیجه سنجش از آن حاکی‌اند که یعنی ادعای مذکور اساس ندارد و ما در نوبت اول از آن که چنین حادثه رخ داده است، یعنی منظوری من زیر ترمه ماندن و به هلاکت رسیدن یک هموطن ما سخت متاسفیم و اظهار همدردیمان به اهل عائله مرحوم بیان می‌داریم و یک ذکر یک نکته را من به مورد می‌دانم که هنوز در روزهای اول فعالیتش شرکت تصمیم رهبریت شرکت این بود که از کلی ماشین‌های حامل جسد نوبسته از آن که با کدام حالت این یا آن نفر به هلاکت رسیده است مبلغ ستانیده نمی‌شود در یگان پلازای شرکت. بغیر از این ماشین‌هایی که در مسیر مذکور یعنی راه دوشنبه چناک به صدمه دچار شدند و تا یک اوسبی نه چندان جدی دیدن، اونا هم بدون پرداخت مبلغ به مکان ضروری میروند. بغیر از این ماشین هایی که اوسبی جدی دیدند اتومبیل های مخصوص گرداننده شرکت است، یعنی اواکواتور میگیم ما، که قدر امکان اونا هم کمک میکنند و اون وسایل نقلیات انتقال میدهند. ولی دیروز هم یک ماشین زیر ترمه مونده و چند نفر نجات داده شدند. اون واقعی که شما یادآور شد واقعا هم درست است. نه تنها یک ترمه بلکه شروع از دیروز ترمه خیلی زیاد فرمودن، حدود 35 ترمه بود که برطرف شدن و متاسفانه در نتیجه یک ترمه فرمانده ماشین یک نفر هموطن ما زیر برف ماند و با کمک کارمندان آیرس و نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده خوشبختانه اون نفر نجات داده شد. شنونده ها و خواننده های سامانه و رادیوی ما پیوسته این سوال را مطرح میکنند که آیا وظیفه شرکت آیرس فقط پول گرفتن برای گذشتن از این راه است یا همچنان تامین بخطری در راه؟ شما چی گفته میتونید؟ نظر ابراز اندیشه بابت آن که رسالت آیرس فقط پولچین است، این اندیشه نفرانی از همه کس و همه چیز ناراضی است. این چیز من با درک مسئولیت میگویم، چون که کارهایی که شرکت وابسته به نگهداری راه دوشنبه چنک به سامان رسانیده است خیلی زیاد است و ما بدون مبالغه هم گفته میتوانیم مثلا در مسیر راه مذکور دوام 2 سال اخیر زیاد 4 کارخانه استحصال اسفالت به کار درآمدند. بغیر از این امروز تعداد تکنیکا و مکانیزم های شرکت زیاد از 171 را تشکیل می‌دهد که 146 تای آن به واسطه تکنیک های سایه راهداری است. مصاحبه کامل در این باره در وبسایت azadi.org و هم شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب هست. شون اسپایسر سخنگوی کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا هفته‌ها پیش درباره ارتباط مشاور امنیت ملی مایکل فلین با روسیه میدانست ولی او را از مقامش برکنار نکرد. ماجرای عملکرد مشاور بلندپایه رئیس جمهور امریکا چند روز است در تمام دالان‌های حکومت و کنگره ایالات متحده بررسی می شود و در این باره کیومرثیت‌ها گزارش می‌دهد. واشنگتن روز سه‌شنبه بعد از استعفای ناگهانی مایکل فلین مشاور امنیتی رئیس جمهور دونالد ترامپ به جوش آمد، ولی بعد از اقرار کاخ سفید که خود دونالد ترامپ از این پیش از صحبت‌های تلفنی مایکل فلین با روسیه خبر داشت، یک باره آتش گرفت. کاخ سفید رئیس جمهور و گروه خرد مشاوران بلندپایه را آگاه کرد. شورای کاخ سفید مسئله را دید و معین کرد که اینجا چیز غیر قانونی نیست، مسئله باوری است. مایکل فلین بعد آن از مقامش رفت که معلوم شد او با سفیر روسیه در امریکا مسئله تحریمات بر ضد آن کشور را بررسی کرده است.
مایکل فلین همچنین درباره گفتگوهای تلفنیش با مایک پنس معاون رئیس جمهور دروغ گفته است. وزارت عدلیه هفته‌ها پیش به کاخ سفید هشدار داده است که مکالمه تلفنی با سفیر سرگئی کسلیاک ممکن است او را در برابر تهدید آسیب پذیر کند. فلین هنگام رفتن از رئیس جمهور و معاونش عذر خواسته است. ولی مسئله بزرگتر می شود. وکیلان آمریکایی از جمله جمهوری خواهان روز سه‌شنبه خواستار تفتیش عمیق‌تر و دعوت مایکل فلین برای بازپرسی به کنگره شدند. حالا جنرال کیت کلوک مشاور امنیتی است، ولی ادمیرال رابرت هاور نامزد اساسی به این مقام مهم به حساب می رود. روز دوشنبه 13 فوریه در شهر اهواز در غرب ایران گردهمایی اعتراضی برگزار شد و در آن مردم از آلودگی هوا و کمبود آب و تامین نامنظم نیروی برق اعتراض کردند. در یک نوار ویدیویی که به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی فرستادند، ازدحام بهبود وضع را تقاضا می‌کند و تلویزیون‌های دولتی را تنقید می‌کنند که درباره وضع واقعی و زندگی مشکلی آنها گزارش نمی‌دهد. برمیگردیم به تاجیکستان. صدها مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شدند امیدوارند با سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه دیگر باره اجازه بازگشت به روسیه میگیرند و برای کار به آنجا برمیگردند. قرار است ولادیمیر پوتین آخر ماه فوریه بعد دوشنبه بیاید و در آستانه این سفر مقامات روسیه گفتند ممکن است به 70,000 مهاجر تاجیک که برای قانونشکنی‌های ناچیز از روسیه رانده شدند اجازه بدهند که به کشور برگردند. شادمان یتیم به سراغ یکی از همین گونه مهاجران رفت. مرا قبیله روی کرده بودن، اومدم همون قپله داشتم ماشین خریدش تا به نجا کار کنم. دوسمراد زیایف 2 سال پیش هنگامی از مهاجرت برگشتن با سبب تمام شدن مهلت بودوباش ورود دوباره اش به خاک روسیه ممنوع شده است. دوسمراد در خدمات مهاجرت تاجیکستان مهلت منع ورودش به قلمرو روسیه را تفتیش کرد، ولی تا سپتامبر سال 2019 حق به آنجا رفتن را نداشته است. پیش اومدن $500 اگر با چیز میرفتی اونجا کار میکردم ماهش دم. اینجا گپ راستش همین زندگی با چیز میره یک کار نیست. هم تاکسی دارم میام زندگی هم روزمه میبرم تمام. برای همین کوشش دارم که خوب شوه بریم طرف تا کار کنیم. مثل دوسمراد 10,000 مهاجران اخراج شده تاجیک از روسیه بی‌صبرانه سفر پرزیدنت پوتین به تاجیکستان و احتمال عفو شدن خود را انتظارند. هرچند مقامات تاجیک برای با جای کار تامین کردن این افراد تلاش‌های به خرج می‌دهد، اما خود مهاجران اخراج شده میگویند معاشی که در تاجیکستان به دست می‌آورند برای برآورده ساختن نیازهای زندگیشان کفایت نمی‌کند. مقامات تاجیک در یک همایش کارشناسان در دوشنبه در رابطه با پیدا کردن شرایط مناسب برای مهاجران برگشته گفتند که حالا دولت تاجیکستان تلاش دارد مهاجران اخراج شده را با جای کار تامین کند. حالا برنامه‌هایی هست که برای با جای کار تامین کردن مهاجران، خصوصا آنهایی که ورودشان به روسیه ممنوع شده است، کار می‌کند. اگر آمار مهاجران اخراج شده با نفرانی که با جای کار در تاجیکستان تامین شده‌اند مقایسه کنیم، پس عیان می‌شود که تنها تقریباً 2% بیش از 300,000 مهاجران تاجیکستان با جای کار دائمی تامین گردیدند. در نظر است 28 فوریه رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با سفر رسمی به تاجیکستان بیاید و چند سازشنامه از جمله در مورد تنظیم روند مهاجرت کاری را امضا کند. برخی از منابع آگاه گفتند که احتمال دارد از بیش از 200,000 شهروندان تاجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم شدند، حدود 68,000 نفر عفو شده می توانند دوباره برای کار به روسیه روند. و چند گزارش دیگر داریم که در برنامه جا نشد، ولی حالا یکی از آنها را معرفی میکنیم. مقامات خوجند دستور دادند در قبرستان‌های مرکز ولایت سوخت به جای سقانه و سنگ‌ها بالای قبرها فقط رقم بگذارند. فامیلشان، نامشان، آدرس تلفنشان، کدام قبر و کدام آدم دفن شدگی همه جورنال نوشته میشه. و شنونده بیننده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما در صفحه azadi.org، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم از زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه ببینید و هم بخوانید.